سلام علیکم، چطورید؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. جلسات رو انجام داده باشین تا به اینجای کار. بریم تمرین امروز رو شروع بکنیم. من راجع به وسیله ها میخوام صحبت بکنم باهاتون. یه جفت دمبل سنگین که امیدوارم همتون داشته باشین. یه دونه سبک کافیه. حالا این سبک تره واسه کسایی که گردن درد دارن یا کسایی که خب قسمت بالا تنشون رو سبکتر میزنن. خب حالا من سنگینم و 12.5 برداشتم، سبکم و 6 برداشتم. 2 تا کش طبق معمول، کش مینی لوپ، حالا یا لاتکس باشه یا ژله‌ای باشه یا بوتی بند باشه، فرقی نمیکنه. 2 تا کش داشته باشین عالیه. خب یه مرحله دیگه میدونم که خیلیاتون 2 تا استپ ندارید. بهترین حالتش اینه که 2 تا کتاب هم اندازه بردارین بیارین، یا 2 تا چهارپایه هم اندازه، یا هر 2 تا شیئی که بتونید این شکلی روش وایسین، یعنی 2 تاش یکی باشه. اونایی هم که اگه استپ دارن یه دونه است، هیچ ایرادی نداره، رو همون یه دونه استپ هم میتونن کاری که من میخوام انجام بدم و میتونن انجام بدن. خب بریم برای گرم کردن. پاهای مقدار بازه، لگنم و هلش میدم به سمت تو، شکمم 3، پاشنه ها رو میارم بالا، پای 1 2، سینم جلوه، 3 4 5 6 7 8 9 10. پا میارم بالا، نگهش میدارم با دستام داخل و خارج. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اون یکی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. به سمت جلو یه مقدار خم میشم، پا میبرم عقب، خم و بازش میکنم، آروم برمیگردم. 1 قوز نمی کنم، 2 3 4 5. عوض کن اون پا. 1 خم باز، 2 3 4 5. دستا کنار گوش، یکی در میون پا رو میکشم جلو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. مبرم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. از بغلا بیاد بالا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دستم بیاد بالا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وسط نگهدار، پایین بالا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. باز بسته. 1 2 4 5 6 7 8 9 10. پایین بالا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. پشت بره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. به سمت جلو مش بزن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. شوناتو بچرخون. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خیلی خوب. بریم برای حرکت با استپ برای گرم کردن بیشتر. خب استپ یا کتاب یا چهارپایتون رو میارید. خب هم بذارم اینجا.
خب پشت این کتابه یا استپه یا چهارپایه یا حتی نیم پله‌ای که تو خونه دارید. ممکنه مثلا آشپزخونه‌تون یه لول بالاتر باشه یا یه پافی داشته باشین، هر چیزی خب میتونین انجام بدیم. میخوام 1 دقیقه با پای راستم این حرکت رو انجام بدم. بالا بالا پایین پایین، بالا بالا پایین پایین. خب برای گرم کردن بیشتر. حالا اشتباهی که هست بخوای پاتو بکوبونی رو استپ، اشتباه دیگه خیلی بری عقب، لازم نیست. خب یا اشتباه دیگه خیلی بخوای ول کنی بدنتو، مفصلا رو اینجا ول کنی. فیکس شکم سفت صدای پات کمترین صدا رو بیاد. بریم 1 دقیقه با پای راستم اول، 1 دقیقه بعدی با پای چپم. 1 2 برو بریم. قسمت سینه اگه خیلی تکون میخوره با دستات نگهش دار. بالا بالا پایین پایین، بالا بالا پایین پایین. سی ثانیه. بیست ثانیه مونده. ده ثانیه آخر. تمام. اون یکی پا اول میاد بالا بالا پایین پایین. بریم 1 2 برو بریم. با هم مثل همون قبلیه، با سرعت همون. شکم سفت. فرین. بیست ثانیه آخر. ده ثانیه آخر. یک. خب دستا رو میذارین روی زمین، شکم و بازتنتون صفر. 1 دقیقه ماونتین میزنید بدون جامپ. خیلی لازم نیست جامپ انجام بدین. 1 دقیقه. آماده. شونه ها عقب، سینه جلو. 1 2 برو بریم. میخوام کل بدنم اینجوری گرمتر بشه. زیر بغل صفر قوز نمی کنم. لگنم ول نیست. پونزده ثانیه آخر. زانوهاتو بذار روی زمین، من بذارم روی استپ، فرق نمیکنه. شما رو زمینم اوکیه. گودی کمر پر، خالی. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. پاتو 90 درجه اینجا نگه دار، لگنت عقب. 1 2 3 4 5. عوض کن. 5 4
3 2 1. شونهاتو همین پایین بچرخون. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. مرسی. یه قلاب بخور. 5 تا حرکت اولمون پای، 5 تا حرکت بعدی دسته. خب اولین حرکتی که میخوام بزنم 2 مدل داره، حسابی گوش بکنید. کسی که مبتدیه دمبلاشو برمیداره، پاهای ذره باز، لگنمو میکشم به سمت عقب و پایین میام بالا. بچه‌ها شبیه این چیه؟ رکوع نمازه. خب به شرطی که این شکلی قوز نکنید. میخوام برم به سمت پایین، آروم بیام بالا، لگنمو هلش بدم جلو. پس میرم تا زانو، برمیگردم بالا، شکممو صفر کنم. خب حالا حرفه‌ای چی کار میکنه؟ دمبلشو استپشو برمیداره، یکی از پاهاشو جلوی استپ قرار میگیره. خب ببین الان ما داشتیم اینو میزدیم دیگه، درست؟ حالا میخوام حرفه‌ای یکی از پاهاشو بذاره پشت، زانو روبروی زانو، شونه ها عقب، لگن کج نشه، ددلیفت تک پا بزنه. دیدی؟ این برای حرفه‌ایه بچه‌ها. لگناتونم کج و معوج نشه، زانو تو نیاد. خب وسط نگهش دارید. پس مبتدی ددلیفت ساده، کمردردی ددلیفت 1/3 تا همینجا فقط بره بیاد. حرفه‌ای تو همین مسیر، اصلا حرفه‌ای یه 2 تا خالی خالی بزن، بعد لگن تو این شکلی میکشی عقب و جلو. اسکات نیستا، زانو جلو نیاد. هر سمتم 10 تا. همین الان هم سنگینه دمبل. پس یه دونه اول خالی بزن، پشتم صاف. 1 با انقباض باستم میام بالا. حالا پا میذارم پشت، زانو تو خط زانو تو نمیاد. برو بریم. 1 2 3 بکش عقب لگن تو بیشتر. 4 پای جلوی یه ذره خم شه، اشکال نداره. 5 6 7 8 9 10. پامو میذارم اونجا، تکون نمیخورم. یه دونه خالی بزن. بریم اون یکی پا بالا. برو بریم. 1 عالیه. 2 3 4 5 6 7 8 9 آخرش. بیا بالا. بعد تمام. یه قلوب آب. بعدش میخوایم اسکات بزنیم. خب اسکاتمون هم چند تا حالت داره. مبتدی دمبلش رو میگیره دستش اینجا، پاهاشو باز میکنه، از پشت چک کنه توی یه خط باشه، پنجه ها بیرون، شونه ها عقب. یک ذره یه زانو هم جلو نمیاد، تو نمیاد، بیرونم نمیره. دقیقا بچه ها پاشنه، زانو، لگن باید حواستون باشه توی یه راستا باشم. ببین میرم پایین میام بالا. این برای مبتدیه. 20 تا هم میتونه بزنه. گردن دردی دمبلاشو بذاره رو سرشونش بزنه.
کمردردی 1/3 بشینه، میتونه حتی یکی از دمبلا رو بگیره دستش، دوتا رو نگیره. حرفه‌ای چی کار میکنه؟ حرفه‌ای که یه دونه استپ داره یا 2 تا کتاب هم اندازه نداره، روی یه استپش وایسه، پنجه ها بیرون، اسکات میشینه، میاد بالا. خب حرفه‌ای که 2 تا استپ داره، 2 تا کتاب داره، هر چی، این شکلی وای میسته، پنجه ها بیرون، اسکاتو تا جایی که میتونه قشنگ با انقباض باسن و لگن خودش رو میکشه بالا. صاف صاف هم سعی کنید نشید. 20 تا میخوایم بزنیم. دمبلای سنگین. اینجا یه لحظه قفل. 25 کیلو. بریم. پاها باز. اوپس. پنجه ها بیرون. پاشنه‌هاتو چک کنم وسط. دستا وسط. لگنم عقب. شکم صفر. برو بریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ادامه. 1 با پایین تنه بیا بالا. 2 قوز نکن. 3 4 5 6 7 8 9 10 وای ذره اگه احساس تنش تو کمرت داری یه دقیقه دراز بکش. آخش. میریم برای ضربانمون برگرده بعد. لانج بلغاری. بازم دوباره چند تا حالت داریم. خب کسی که زانو درد داره، شونه ها عقب، دمبلا رو میگیره دستش، پاها اندازه اول عرض لگن باز، این تو خط خودش میره عقب بیشتر از همیشه. این برای زانو دردیه. یه کوچولو میشینه میاد بالا. حتی کمترم بشینه ایرادی نداره، عضله کار خودشو میکنه. پس میشینم پایین، آروم بالا، میشینم پایین، آروم بالا. این برای زانو دردیه. کمر دردی دمبلش رو یه مقدار سبکتر بکنه. اونایی که تک استپ دارن یه استپ میزنن زیر پاشون. اونایی که 2 تا استپ دارن که میدونم خیلی ها ندارید، ایرادی نداره، همون یه کتاب یا 4 پایه رو میای روش وای میسی، پا عرض لگنت باز، تو خط خودش میذاریش روی مبل، شونه ها عقب، دمبلای سنگین به دست، میشینی پایین، میای بالا با فشار باسنت. خب زانون جلو نمیاد، لگنم عقبه، شونه ها عقبه، یه ذره بالا تنم رو به جلو باشه هیچ ایرادی نداره. هر پا 12 تا. پس 2 مدل داریم برای زانو دردیا. این حرکت رو میزنن، بقیه همین لانج بلغاری رو میتونن بزنن، به شرط اینکه بچه ها از جلو منو ببینید این شکلی نشه. زانواتونا میدید عقب وسط. این زانو بازم بالای پاشنه میمونه، نگهش میدارم. اگه قراره بیاد جلوتر کمتر بشین. دمبلای 12.5. اول برو رو استپ وایسا یا روی کتابت وایسا، شونه ها عقب، میتونی یک کوچولو اینو بدی پایین، اشکال نداره. پام بره پشت تو خط خودش. برو بریم. 1 2 برو پایین. 3
4 5 6 7 8 من تمرکز کردم یه جا پایین 9 10 2 تا دیگه 1 2 بریم اونور برو بریم 1 وای 2 3 4 5 6 آواز میخونیم 7 وای 8 9 10 2 تا دیگه 1 2 پاهاتو میذاری روی سپا اگه یه دونه داشتی یه دونه اگه 2 تا کتاب داری پاهاتو میذاری روی کتابا الان من خالی خالی ببینید قسمت کتفمو میذارم اول یه بر خالی بزنم پنجه‌هام بیرونه لگنمو نگاه کن میارم پایین میبرم بالا بچه فقط از قسمت لگن نیست کل بدن ستون فقرات میاد بالا پایین بالا پایین خب اگر خواستی مایچای گلوتالت کار کنه پاهاتو بده بیرون پنجه‌ها بیرون اونایی که میخوان 4 سراشون بیشتر کار کنه پاهاشونو ببندن بیارن بالا پایین اوکی خب دمبلاتون هم بذارین قسمت مرکزی کشم بردارید خب ضربان اومد پایین 40 تا اومد پایین خب پس متوجه شدی دیگه کمر دردی رو زمین دراز بکشه خب دمبلاتون هم بچه‌ها روی لگن یا مثانه‌تون دومیش روی رونتون باشه لطفا خب روی شکم نداریم یا ابوالفضل اوپس خب تا اینجا که سیف بود پاها باز از پایین چک کن توی یه خط باشه شکم و بازترم صفر بین پا باز لگن رو بیار پایین فشار بریم حالا 1 پایین 2 20 3 4 5 6 7 کشو فشار بده به خارج میای پایین شل نشه 9 10 9 8 7 6 زانوتون عیاد بده بیرون تر 5 4 3 2 برای چالش بیشتر من 5 تا دیگه میرم 1 مبتدی استراحت میتونه بکنه 2 3 غلط کردم 4 بمونه بالا پالس 5 1 2 3 4 5 6 8 9 10 1 2 3 4 5 6 9 20 بازو بسته 1 2 3 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 20 وای هر کاری کنی الان آسیب میبینی اون یکی کشم بیارید بالا بین پاهامو باز میکنم یه مکس میدم ولش میکنم بریم ول کردن یعنی اینطوری برخورد کنه به هم نه وای دوتاش سفت باز نمیشه بریم 1 2 برگشت نگاه آروم 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8
7 6 5 4 3 2 1. برای چالش بیشتر من اینو میارم پایین. 20 تای دوم. 1 وای غلط کردم. 2 3 4 کار دستگاه آبداکشن تو باشگاه رو میکنه. 5 6 از اون سخت‌تره به نظرم. 7 پام شروع کرد لرزیدن. 8 9 10 9 8 میلرزه. 7 6 5 4 3 2 1. کاری که میخوام بکنید 2 تا کش که دارید دمبل هم میذارین پشت رونتون. هم میتونین دستاتون رو زمین بذارین هم آرنجاتون رو بذارید. 12.5 میذارم پشت پام. پامو از پشت قشنگ قفل میکنم این شکلی. برو بریم. 1 یا ابوالفضل. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. 2 تا بیشتر میزنم. بیشتر نمیزنم. برو. 1 2 3 شکم صفر. 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2. ببین یعنی نمیخواستم بزنم. پاها رو خم کن. ببر راست و چپ. یکی از پاهاتو 90 درجه بذار جلو. یکی از پاها صاف عقب. آخیش. بیا عقب. عوض کن. کف پاهاتو به هم بچسبون. آرنجتو بذار روش. یکی از پاهات صاف. اون یکی رو بگیر توی شکم. فشارش بده. بذارش زمین. فشارش بده به سمت داخل. اون یکی داخل. فشارش بده. باز بخوابین رو پای راست. چپ. وسط. بیا وسط. یه پا خم. این یکی صاف. بخواب رو پات. بچرخ. اون یکی برو پایین. اوپس. پامو یهو باز کرد. بچرخ. پاشنه ها زمین. کف پا به دستا. دستا به کف پا. پشت خودتو گرد کن.
دست و پای مخالف. اینور. مرسی که توی تمرین امروز بودید. فعلا